سلام. حتما خبر دارید که یکی از دغدغه‌های کمیساریا طرح‌های سوءاستفاده‌ایه که سعی دارن پناهندگان رو فریب بدن. اخیراً شاهد تعداد زیادی از این موارد بودیم و به شدت نگران امنیت پناهندگان هستیم. منظورم دقیقاً چیه؟ خب، در طرح‌های سوءاستفاده یک فرد یا گروهی از افراد به شما دروغ میگن و به دروغ ادعا میکنن که با کمیساریا ارتباط ویژه‌ای دارن و به شما وعده میدن اگر به اونها پولی پرداخت کنید میتونن شما رو ثبت نام کنن یا برای شما مدارک کمیساریا یا حتی اسکان مجدد فراهم کنن. هیچ کدوم از اینا حقیقت نداره. برای اینکه تمامی خدمات کمیساریا رایگانه و شما هرگز نباید به کسی برای خدمات کمیساریا پول پرداخت کنید. متاسفانه بسیاری از پناهندگان به دلیل اینکه این طرح‌های جعلی رو باور کردن مبلغ زیادی پول از دست دادن. ما اینجا هستیم تا به شما کمک کنیم که این طرح‌های جعلی رو شناسایی کنید و از اونها دوری کنید. بذارید یه مثال از 5 نوع طرح رایج برای شما بزنم. امیدوارم هر 5 ویدیو رو ببینید. این سومین مثاله. کلاهبرداران وبسایت یا اپلیکیشن های جعلی به نام کمیساریا راه اندازی می‌کنند و در ازای درخواست مبلغی برای ثبت نام و فرایند اسکان مجدد به دنبال اطلاعات شخصی افراد هستند. وقتی پناهندگان وطن خود را ترک می‌کنند، اغلب نمی‌دانند که چطور می‌توانند در کمیساریا ثبت نام کنند. جالب به نظر میاد. داری چی می‌بینی؟ هیچی، همین. دارم فکر میکنم چطور میتونم توی کمیساریا ثبت نام کنم. این ویدیو میگه که اینا میتونن ثبت نام و اسکان مجددم رو تسریع کنن. خوبه نه؟ مطمئنی؟ این وبسایت رسمی کمیساریا نیست و درخواست پول میکنه. به نظرم که جعلیه. چرا اینو میگی؟ به نظر که واقعی میاد. معلومه این تو کمیساریا کار میکنه. ببین، حتی جلیقه کمیساریا تنشه. این وبسایت رسمی کمیساریا نیست. ببین، وبسایت رسمی کمیساریا اینه. کمیساریا هیچ وقت برای هیچ کدوم از خدماتش از شما پول درخواست نمیکنه. حق با توه. ممنون که کمکم کردی. اطلاعات شخصی خودتون رو به هیچ وبسایت، شماره تلفن، چت گروهی یا فردی ارائه ندید، چون ممکنه به راحتی قربانی کلاهبرداری بشید. یادتون باشه شما هرگز نباید برای خدماتی که کمیساریا ارائه میده پولی پرداخت کنید. اگر به اطلاعات نیاز دارید به هر وبسایت رسمی یا صفحه رسمی رسانه اجتماعی که کمیساریا برای پناهندگان راه اندازی کرده مراجعه کنید. هوشیار باشید، ایمن بمانید.